السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای محترم، سوالهای ما را تعجیلا جواب دهید. ما مهمان هستیم. اگر در سجده سوره بخوانی سجده سهو لازم می شود یا نه؟ بله دادر عزیز، وقتی که شما در سجده تا جای تسبیح های نماز گفتن شما اگر سوره خونین اینجا تأخیر در واجب می شود، به خاطر تأخیر در واجب تأخیر رکعت می شود. شما اینجا در چی؟ سجده سهو بجا میارین. اگر طولانی باشد، حتی مقداری 3 آیت باشد. خب کلوخی را که انسان خودش را خشک می کند و او را پاک می کند و بعدا در بدنش نگه می دارد، نماز درست است یا نه؟ درست می شود دادر عزیز. اگر قلوخی که اکثرا اکن حاضر این همون پیرانسال ها استفاده میکنن، خب استفاده میبرن و باز همون را تازه و پاکیزه میکنن. مقصد بهترش بعد تازه کردن خوبی ندارد که در بدن شما همون قلوخ ها را گردانید. اصلا حاجت به اینم نیست، هیچ حاجت نیست که شما همراه خودتان قلوخ داشته باشین. ولی بسیاری فکرها و عقیده ها هست که آدم مسلمان در برش که قلوخ باشد بعد میفهمن که وای مسلمان است. نه برادر عزیز، نشانه آدم مسلمان در برش قلوخ داشتن نیست برادر. به این خاطر شما اگر بسیار که لازم در کار باشد، همون توالت بومگاه هست، اونا را گیرین خوبتر می شود. خب یگان پخته کونه گیرین، یگان لطه کونه گیرین، همراه خودتون از قلوخ دیده هزارها بار او بهتر است، اون خوبتر است. خب لیکن خوش کردین اگر تازه باشه و پاکیزه باشه درست، لیکن خیلی طبیعت هر آدم در این نمی کشد که همراه خودش همون قلوخی که استفاده برد و باز دوباره تازه کند و همراه خود گیرد. برای این بهترش نگرفتن است. خب در سنت نماز پیشین بعد قعده اول صلوات زم کرد سهو میکند. بله سهو میکند. وقتی که ما و شما در قعده اول التحیات لله و صلوات و طیبات خواندیم، بعد خواندن این به صلوات ها را خواندن به سوی رکعت سوم خیزیم. لیکن همینجا از یادتان رفت و اللهم صل علی گفته بودند. اگر به یادتان آمد سجده سهو در آخر نمیکنید. وقتی که نام محمد گرفتین و الله که در آخر شما باید که سجده سهو کنید. نکنید گناهگار میشین، ترک واجب میشوند. خب این بود سوال این برادر ما.